سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدی به ویدیو دیگه از کانال ما. قرار امروز بریم تو ماینکرافت سروایول. شاید تعجب کنید که چرا اینجا زیر آبه، اما پلتفرمی که یعنی جایی که من برای ویلیجر رو تدارک دیدم اینجا بود و آره امروز قراره اینجا رو کامل کنیم. به نظرم جای خفنیه و چیز خفنیه اینم که اومدیم و زیر آب درست کردیم. بیلمونم فکر کنم وقتی داشتم چیز میکردم شکست. نمیدونم چرا اینجا آب اینجوری شده. بچه دارم اینجا آب بردارم بذاری از بالا که آب بینهایت آب بردارم. اول میخواستم اینجا ماهی بیارم ولی دیدم که بذار یه ایده نو بزنم و آره دیگه سالتی اینجا رو اینجوری کردم. نمیدونم چرا اینجوری شد این بخش کارو، بگم که خودم از کار واقعا راضیم و دوستش دارم. خب تو کجا؟ یکی رفتیم تو حوزش. بچه‌ها یه خونه هم اینجا بود من خرابش کردم، اینم میخوام خراب کنم چون مزاحمه. و اینکه وایسید البته میخواستم برم دنبال سنگ، فکر کنم سنگم البته اون ور فکر کنم سنگ دارم. آره خیلی چیز شد. من قبل ویدیو 1-2 ساعت داشتم چیز میکردم. شاید چیز خفنی خیلی نباشه و زیر آب به نظرتون خیلی باحال نیم، ولی خودم دوستش دارم. و اینکه آره باید تختم ببرم و اینکه یه عالم شیشه و اینا جمع کردم. سنگ یه دونه اینجاست، چی اینجا هم نداریم. بچه این پشتم یه جای کندم. امروز برنامه‌مونه که بریم و ماین کنیم. البته فعلا سنگ میخوام ولی شاید بریم دنبال ماین کردن. همینجور رو به پایین میکنم که شاید به آیرون هم برسیم. ستایی هم میکنم که امکان پیدا کردن آیرونمون خیلی بیشتر باشه. خب رفقا امروز همینطور که گفتم برنامه اینه که یکم بریم ماین کنیم، تریدینگ ویلیجر بریدرمون رو اوکی کنیم و کامل کنیم و همینا دیگه. و قراره که نون و اینا هم اوکی کنیم. متاسفانه توی این ویلیج هویج نبود و منم حوصله اینه که برم دنبال هویج اینا نداشتم، ولی شاید چند تا ویدیو آینده برم دنبال هویج واقعا، چون چیزی که نیازه. بچه ها اینم بگم من قبل ویدیو یه بار مردم، حواسم نبود، شب شد یه هوی و کلیپر جلوم ترکید، اما خدا رو شکر اون ور بودم و اتفاق خاصی نیفتاد. آره خب زنه چیزی نداشتیم. یه عالم من پخت و پز کردم، هنوزم شنینا هست. خیلی اون مهم نیست، اونو میذارم همونجا باشه. اینا باشه تو دستم هم حساسم، یکم خالی کنم. واسم چیز بکی کنم حواسم یا اول فضل چیکار میکنم. یه تبر اینجا چیکار میکنم برده بابا گوشنه. میخواستم گلمونم بذاریم دیگه. آره که جای بیله ولی خب بچه ها اینم رفت بالا که برامون ضبط میکنه. عالی شد. اینو میسازیم 24 تا نیاز میشه میذاریم همینجا باشه. دوتا همه چی دوتا میسازم. بچه ها اصلا میتونیم امروز انبارم اوکی کنیم ولی دیگه نمیدونم هرچی باشه اوکی. البته بذارید بریم. فعلا هدف اولمون که اوکی کردن ویلیجر بریدره، ولی خیلی عجیب شده ولی به نظرم خفنم هست. در عین عجیب بودن خفنم هست. این که زیر آبه و آره دیگه اینجا دوباره آب نداره. سختیاش اینجاست. ولی بچه واقعا اگه فکر میکنید جذاب نیست بگید که اینو خراب کنم و یه بریدر دیگه درست کنم، ولی میخواستم که متفاوت باشه ولی نه خودم
قطعا میتونستم که ویلیجر بریدر ساده درست کنم. اینجا نباید مثل این که آبو بذاریم. فکر کنم باید این کارو بکنیم. درسته؟ خیلی سخت شد کار. همین خوبه. من میترسم چیز بشه، نتونیم خیلی راحت انجام بدیم، بریم بالا بیایم پایین. از اینش میترسم، وگرنه که واقعا دوستش دارم. نه اینجوری خفن نیست. خب نمیدونم چرا کرمم گرفت. هم تو آب درست کنم، ولی یک کرمم فعال شده کارش نمیتونم واقعا بکنم. نمیدونم اینو دیگه صاف کنم. اینو بردارم. مثلا الان میخوام برم داخل. اوکی واقعا، ولی آی یعنیش در اومده دیگه. برای اذیت میکنه این بریدر اینجوریه دیگه. ویلیجر بریدر عجیب و غریب درست میکنه اینجوریه. اینو نگه هم داشتیم دیگه. اصلا چرا گذاشتم؟ مرض دارم میذارم، نمیدونم کرم دارم چه من واقعا. سرعت اوکیه. بریم تختا رو اوکی کنیم و همین دیگه. واقعا من این ویلیجر بریدر رو به نظر یکی از بهترین ویلیجر بریدرهایی که حالا ساختن. اینو بگیریم. میتونم یه کلوچ براتون بکنم از اینجا. دارم چیکار میکنم؟ خدا دیوونه شدیم. آی این دوتا رو میخوام بذارم. این چی میگه الان؟ وای خیلی آشغاله این ویلیجر بریده. خیلی آشغاله. بچه بهتون پیشنهاد میکنم که هیچ وقت همچین ویلیجر بریدری وای حسرت ها. یعنی چی سلطان؟ بگو اوکی شد برادر. بگو اوکی شد. اوکی اگه خدا بخواد. اینجا خدای خفن شد. نمیدونم شاید هم یکم زشته. نظرتون رو بگید دیگه. در فکر کنم همه ویلیجرها چیز شدن، زامبی شدن و شانس آوردیم همین 3 تا ویلیجر اومدن. ولی خب برای بچه های این ویلیجرها نیاز به تخت داریم. به به بابا به به. این خیلی رو مخه این آقای به نظرم. سلطان برو تو ویلیجر بریدر دیگه داداش. شما من اعتماد نداریم. من یک ویلیجر بریدری درست کردم. مثلا ویلیجر واقعا میگم آدمای خوبی نیستن و به خاطر همینه به من اعتماد ندارن. اصلا به خاطر همین میگن آدمای خوبی نیست. اگه به من اعتماد دارم چی میگم؟ دارم چرند میگم واقعا. بچه من قهوه‌ای شدم با سیاه. اینم گفتم من قهوه‌ای شدم. به این رنگو دوست دارم. رنگ مورد علاقه. دوتارم بکن به درد بخورم.
اینو بذار باش سر جاش. واترملن. وای انگلیسی علی. خب بریم بذاریم اونجا سریع و سیر. حالا یه مشکل دیگه هم که این ویلیجر بیدر کوفتی ما داره اینه که سری کارا نمیشه توش کرد. فقط یه سری جای پیدا داشت. بوغا کلولو. منم میخوابم تو هم بخواب. بافه خوب است و زیبا. نامش گلای. نه حیف که زیر تخت معلومه واقعا وگرنه که یه دونه اینجا یه دونه اینجا. بایستید این دوتا رو جاشون عوض کنم به نظرم خیلی خفن تر میشه. اما باشه گلبی ما لای اینجا باشه خوشگل میشه. ما محدودیت داریم دیگه رو اینا نمیتونیم بذاریم. ولی باز من راضیم. ببینم یه چیزی پیدا میکنیم بده اینا. خیلی رو مخه این ویلیجر رو به نظرم. یا ابل فصل تازه زامبی آبی هم بقیه توش اسپان میشه. میترسم برم جلو نتونم برگردم. نه ترکیه داشت فدات بشم قربان تو. یه دقیقه یه لحظه. یا ابل فضل العباس چرا اینجوری شده من طرف. یا حضرت عباس. من نظرم بایستید بچه ها حیف که 4x4 واقعا. بگو مثلا دی اسپان شد ده گوربا بوده. گوربا یه فکر من خیلی ذهن قوی دارم. قوی کارو شما ببینید. من میخوام ببینم چیکار کنم. نمیدونم مرضم اومده یعنی که اینو میذارم. لای لای الان اینجا رو اوکی میکنم. سریگرمیه تو باز میکنم اینجا بردارم. شده بازی با این دل قنده. نه باید دل اینجا الان آب بینهایت شده دیگه. روش اسلب بمیذاریم. خب اون برم همین کارو میخوام بکنم دقیقا. خیلی خفنه به نظرم. یکی از این حرکت هایی که خیلی خفنه. شریم ذهن قوی یا توی آینه آهی بلند است. حسودانم یا حضرت عباس کیم مگه. خیلی شخصیت مهمی هم بچه ها خواستم بهتون نگم ریا نباشه ولی دیگه بگم دیگه من خیلی مهم یه جوری گفتم حسودانم خودم احساس کردم آدم مهمیم. نگو خب این آب به نهایت کار کنه دیگه. بده من
شاید باید یه لایه. نه ببین اینجا نباید بذاری. چی شد؟ یا امام حسین. خب بچه چه اتفاقی افتاد واقعا؟ بچه ها فعلا با شما خداحافظی میکنم تا در ادامه ببینیم چه اتفاقی برای وردمون افتاد. پس فعلا خداحافظ.